Redmi Note 13 یا که Redmi Note 14 شما در کامنتار نویسید که کدامش خوبتره و کدامش خریداری کردن стоит. در درون کامپلکت تلفن‌ها زاشین پلیونکا، چیخول، کابل، بلوک، اسکریپت تمام چیز میشود دیگه یگان چیز دیگه خریداری نمیکنین. فقط شما که دیزاین Note 14 این Note 13 فرق میکنه و باتری Note 13 5000 میلی آمپر است، این Note 14 باشه 5500 میلی آمپر چارج میشود و پروسسور Note 13 از Qualcomm Snapdragon 685 و پروسسور Note 14 باشه MediaTek Helio G 99 Ultra میشود. کامرای هر 8 مگاپیکسل و سلفی کامera 16 مگاپیکسل. جای ضرورت کو تایپ سی کلونکو هر دو استرودینامیکا میخونه و نرخ نو این Note 14 این Note 13 کمتر قیمت‌تره به خاطر نو بودن و به خاطر باتری بلندش و نرخنامه همه تلفن‌ها باشه در تلگرام کانال ریال فون مسکو اومدگی میتونید که دروین و نرخنامه همه مدل‌ها بو خبر شوین و همچنین در کامنتاریا همه نرخنامه را ذکر کردگی موندگیم میتونید که فکرتون هم نویسین هم این نرخنامه بو خبر شوین. رقم در بالای اکران برای ذکر کردن تلفن دسترس باشه به همه облast‌های روسیه و تاجیکستان داره.